درود دوستان، من ابوالفضل صادقی در این کانال و چنل شما را با داستان‌ها و رویدادهای تاریخی آشنا می‌کنم. امروز مقدمه‌ای از کتاب شاهنامه فردوسی برایتان می‌خوانم و به لطف یزدان در قسمت اول شاهنامه را برایتان. مقدمه کتاب شاه به نثر روان. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری قمری در طوس به دنیا. ذوق و علاقه او به شعر و شاعری و تمدن ایرانی و هوش و ذکافتش او را بر آن داشت تا شاهکار ادبی ارزشمند و پرمغزی به نام شاهنامه خلق. این کار به قدری برای او ارزشمند بود که نزدیک به 30 سال از عمر و جوانیش و همچنین همه داراییش را در این راه صرف کرد و تمام رنج‌ها و سختی‌ها را تحمل کرد تا توانست فرهنگ و تمدن پربار ایرانی را زنده کند. خود در این باره میگوید: بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم پارس. شاهنامه بدون اغراق یکی از باشکوه‌ترین و پرمایه ترین آثار به جا مانده از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی است که همکنون در ردیف شاهکارهای ادبی جهان به شمار. فردوسی با خلق این شاهکار ادبی ارزشمند آمیختگی فرهنگ ایران و اسلام را به بهترین شکل معرفی کرد. اهمیت شاهنامه تنها در جنبه‌های ادبی و شاعرانه آن خلاصه نمی شود و بیش از آن که مجموعی از داستان‌های منظوم باشد، مجموعی از آمال و آرزوها و افکار ملتی است که پیوسته نیکی و روشنایی را ستوده و با بدی و ظلمت در ستیز بود. موضوع این شاهکار کم نظیر تاریخ تمدن کهن ایران است که در چند بخش اساطیری، پهلوی و تاریخی به آن پرداخته شده است. بخش اول شاهنامه شامل افسانه‌ها و داستان‌های کهنی است که سینه به سینه نقل شده و به مرور به آن شاخ و برگ داده شده است. بخش دوم سرگذشت نیاکان ایرانی است که به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد و بخش سوم آن روایت‌های تاریخی ایران از دوران پادشاهی بهمن تا کشته شدن یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است که با افسانه آمیخته شده و با استادی تمام نقل شد. اثر جاویدان فردوسی با گذشت قرن‌ها نه تنها رنگ تیرگی به خود نگرفته، بلکه تا ابد چون مرواریدی در صدف ادبیات فارسی خواهد بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 411 هجری قمری از دنیا رفت و پیکرش در طوس به خاک سپرده شد. این مجموعه‌ای که من برای شما میخوانم گزیده از داستان‌های تاریخی از پادشاهی بهمن تا کشته شدن یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی که به نثر ساده و روان برای شما میخوانم. حال در قسمت بعد شما با پادشاه کیومرث، اولین پادشاه ایران آشنا میشید و تا قسمت دیگر خدا نگهدار.